تعلیم دینی گرفتن کودکان را قانونگذاری تاجیکستان منع نکرده است، اما کجا باید آنها تعلیم بگیرند یک بحثی را به وجود آورده است و همین سوال هم در نشست خبری کمیته دین موضوع اساسی شد. حالا اینکه قانونگذاری اجازه داده است که مسجدهای جامع در نزد خودشان گروه‌های تعلیمی داشته باشند. یک راهبریت کمیته دین میگویند هر نورس میتواند با راضیگی والدین تعلیم دینی گیرد. برای تأسیس دادن گروه تعلیمی، برای تأسیس دادن گروه طبق طلبات قانونگذاری لیسانس ضرورت ندارد. تنها مثلا هم هیئت مؤسسان میتوانند در دایره خودشون برنامه ابتدایی رو براه مانند. از رئیس کمیته دین سوال شد که در تاجیکستان چنین مرکز یا مکان برای تعلیم دینی هست؟ با این پرسش پاسخی مشخص داده نشد. تا جایی که مثلا ما مانیتورینگ میگذارونیم که دیگر چی میکنیم، بین خودی مثلا هم هیئت مؤسسان یک نوع چی هست، یک نوع مثلا در بین خودمون دین چی میگن مکالمه درس میگوین که مثلا چی میکنن وجود دارد. قبلا در تاجیکستان تقریباً 20 مدرسه ثبت نام شده بود. سالهای اخیر همه آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی باقی مانده است که قسماً به تعلیم دینی مشغول است. وجود نداشتن مکان برای گرفتن تعلیم دینی را برخی ها محدود کردن حقوق دینداران می‌دانند. در اساس تبلیغات همین رسانه‌ها بسیاری ها فکر می‌کنند که بعد از 18 سالگی تنها ممکن است که کودک به مسجد رود و مدرسه شامل شود و تعلیم دینی بگیرد. همین گونه یک چه میگن مغایرت، یک فهمیش نادرست در ذهن مردم پیدا شده است. هیچ کسی شرط نمی‌دهد که راه درستی گرفتن تعلیم دینی برای کودکان چی است. چگونه پدر و مادران میتونن که به فرزندانشان تعلیم دینی دهند؟ خودشان که سواد دینی ندارن، چرا نمیتونن از یک کسی که دارد سواد از دانش و استفاده کنن برای کودکشان تعلیم دهند؟ در حالی که رئیس کمیته دین میگوید برای تأسیس گروه تعلیم دینی مانع قانونی وجود ندارد، هم مسئولا مقامات رسمی از بازداشت روحانیان خبر میدهد که به تعلیم غیرقانونی دینی متهم شوند. برخی ها میگویند محض این گونه نمایش های مقامات در تلویزیون یک نوع هراس را میان جامعه به میان آورده است و هم سبب فاصله گرفتن روحانیان از تعلیم دینی شده است. دامادهایی که در منزل‌های خودشان کودکان تعلیم دینی میدادند، آنها را توسط رسانه‌ها بدنام کردند. شاید اونا احتمال دارد که اونا قانونگذاری را پایمال کردند، یعنی اینجای شک و شبهه نیست. ولی طرز پیشنهاد شد، طرز به مردم فهمانیده شد که مردم یک باره از فرستادن فرزندانشان یا تعلیم دادن دینی به فرزندانشان دست کشیدند. بر اساس قانون هر نفری که میخواهد تعلیم دینی دهد از نهادهای امور دین باید اجازت گیرد. مقامات بارها گفتند که چنین تصمیم به خاطر تنظیم تعلیم دینی و پیشگیری از افراطگرایی است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. معارف و علم جمهوری تاجیکستان مقرر گردیده شده است، حتما به دانشجویان تحصیل داده می شود، درس گفته می شود.